سنتی نهاوند که فقط در نهاوند تولید میشه، در هیچ جای ایران درست نمیکنن، فقط در نهاوند. مخلوط آرد، جوز هندی، زنجبیل، هل، شکر و دارچین، شیرینی بسیار گرم و مقوی. اینا رو ما با هم مخلوط کردیم و الان دارن هم میخورن، مخلوط میشن تا ایشالا مرحله بعد که به قول معروف فیتیلش میکنم و لول کردن ما خودمون میگیم، این هلوهوش تقریبا 40 دقیقه بعد هم بخوره تا قشنگ مخلوط بشه و ردیف بشه و به قول خودمون، ما به قول اصطلاح ما نهاوندی ها میگیم ورا. شیرینی بسیار مقویه و خاصیت گرمی داره. فقط و فقط هم تو نهاوند درست میشه. ثبت ملی هم رسیده به اسم خود شهرستان نهاوند. این شیرینی با چای هم میشه استفاده کرد. شیرینیه، یه نوع شیرینیه با چای میخورن، حالت عصرونه مصرف میکنن. امیدوارم مصرف کنید و راضی باشید. الان خمیر ما دیگه آماده شده. آماده است واسه لول کردن. الان یه مقداری از خمیر ما برمی‌داریم. این قسمت از دستکش استفاده میکنیم به خاطر تماس مستقیم با دست. تو این مرحله خمیر به دست اومده رو فتیله میکنیم، لول میکنیم با دارچین، مقداری دارچین قاطی میشه. و بعد از این مرحله خب یه برش میخوره و بسته بری میشه. خمیر سنن قدمتش زیاده. پدر بنده که یک از پیشکسوتان این کاره وقتی تعریف میکنه در زمانی که خودش شاگردی میکرده، خمیر سنن اون زمان تولید میکردن، درست میکردن و دقیقا معلوم نیست خدمتش به چه موقع میشه، شاید اولش 150 سال پیش. یعنی پدران ما هم اون زمان تولید میکردن، درست میکردن، میفروختن و قدمتش رو دقیقا اونا خودشون هم حتی نمیدونن. به قول معروف میگن از زمانی که ما خودمون رو شناختیم خمیر سنه رو درست میکردیم. توی قسمت برش خمیر سنه اینو ما چون که مرتب هر روز داریم برش میزنیم، همون چشمی خودمون میبینیم که باید چه اندازه برش میزنیم. این بغلاش هم که گرفتیم واسه خاطر اینه که تو جعبه‌های مخصوص خودش اندازهشون بشه میزون درات. خب الان قسمت بسته‌بندی خمیر سننیم. خمیر سنن خدمتتون عرض کردم یه شیرینی سنتی فقط و فقط هم تو نهاوند تولید میشه. تبش گرمه، استفاده کنید، 100% خوشتون میاد.